آخرین خبرها در ناآرامی‌های روز 25 نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 3 نفر کشته شده، دست کم 15 تن دیگر جراحت برداشتند. کمیته دولتی امنیت ملی از جراحت برداشتن 5 کارمندان مقامات خبر داد. روز 25 نوامبر که در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان مناقشه‌های مسلحانه روی داد، رئیس کنونی ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال علیشیر میرزانباد با سفر کاری در نویه مرغاب قرار داشت. روز 26 نوامبر در مرکز خاروق در میدان نزد بنای حکومت ولایت اعتراض ساکنان دوام کرد. صبح جمعه به بالای منبر جسدهای کفنپیچ 2 نفر را گذاشته از مقامات طلب دارند که گناهکاران مرگ آنها به جوابگری کشانده شود. در ویدیویی که در میدان صبح 26 نوامبر ثبت شده است دیده می شود که در منبر اساساً زنان ایستادند و برای کشته شدگان ترانه‌های ماتم می سرایند. ساکنان می گویند که یک قسم اعتراضگران شبانه هم در میدان ایستادند. مرکز مطبوعات ریاست کمیته دولتی امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 25 نوامبر در یک گزارش ویدیویی که توسط تلویزیون بدخشان نشر شد گفت در مناقشه اخیر 5 کارمند مقامات حفظ حقوق از جمله 3 کارمند امنیت، 1 کارمند ملیسا و 1 کارمند دادستانی زخمی شدند. این نهاد بار دیگر تاکید کرده است که گلبدین زیابکوف ساکن دهه 17 نویه روشقله که مرگ او سبب شروع اعتراضها شد برای گرفتگاه گرفتن عبدالسلام عبیرزاده نام یاور دادستان نویه روشقله عیبدار می شود. ساکنان می گویند که این حادثه ماه فوریه سال 2020 گرفتگاهگیری نبود بلکه به دادستان فهماندند که به دختران محلی چشم علا نکند. به گفته ساکنان آن وقت دادستان از مردم بدخشان عذر هم پرسید و این مسئله با میانروی رئیس وقت ولایت یادگار فیضوف با روی آسایشته حل کرده شد، ولی بعد برکناری فیضوف این پرونده از نو برداشته شد و در نهایت به تیرپرانی و مرگ مردم و ناآرامی ها آورد. لبك دندونت برويادي وي برويد نفسامي لو دردشتك بدوم حجر برو مدوي بسنتين وي نجويك تملو غستني وي لني بوبا قريزي لو ديكم بزكزرني قورة خدوروي لنجيو